خانم الهه حسین نژاد از 4 خرداد ماه ناگهان ناپدید شدند و امروز خبری مبنی بر اینکه ایشون به قتل رسیدن توسط پلیس آگاهی منتشر شد. ایشون میان همونجوری که خانواده‌اش گفته بودن سوار ماشین شدن به قصد اسلام شهر برن از میدون آزادی، ولی ناگهان یه اتفاقای هولناکی برایشون رخ میده. سردار میفرمایید موضوع چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. خب همونجوری که فرمودید این خانم قصد مراجعت به منزلش رو داشته. از میدون آزادی ساعت تقریبا 19:35 سوار یک دستگاه خودروی عبوری میشه و بعد از طی مسیری بعد اینکه به مقصد میرسه قصد پرداخت کرایه رو داشته که متاسفانه این راننده شیطان صفت بعد از رویت گوشی موبایل این خانم که گوشی گران قیمتی بوده قصد سرقت گوشی رو داشته که با مقاومت جدی این خانم مواجه میشه. متاسفانه تعداد 3 یا 4 ضربه چاقو به